سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، موضوع امروزه ما درباره یکی از صحابگان جلیل حضرت سعد ابن ابی وقاص است. این صحابه جلیل یکی از 10 یار بهشتی اند که پیامبر رحمت در دنیا به آنها جنت را وعده دادند و از طرف حضرت سعد به پیامبر رحمت به سرور عالم خویشاوندی دارد و تقوی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می شوند. و دیگر فضیلتی را که این صحابه بزرگ دارد، خداوند او را توفیق بخشید که در ایام جوانی به اسلام عزیز مشرف شد و خود می گوید و می فخرد که من یکی از 3 نفر از مردان هستم که به پیامبر رحمت آمده ایمان آوردم. و دیگر فضیلتی که این صحابه گرامی دارد، وقتی که نزد پیامبر خدا آمد و ایمان آورد، پیامبر رحمت خیلی خوشحال شدند و حیات خود را از جوانی تا به مرگ در راه اسلام، در راه شریعت الهی سپری کرد. و حالا ببینیم که قهرمانی هایی که این صحابه گرامی در راه اسلام کردند. میگوید که وقتی من ایمان آوردم به خداوند و به پیامبر اسلام، زمان این خبر بر گوش مادر من رسید. مادر من خیلی غضبناک شد و مرا نزد خود خواند و گفت که به تو چی شده است که از دین باباهای خود برگشتی؟ و این شرط را برای من گذاشت. میگوید که تا اگر از این دین که نو، از دین نوی که تو را پذیرفته بر نگردی، من از طعام و شراب چیزی را نمیخورم و به همین منوال از دنیا میگذارم و ابدالدهر یک عمر تو غمگین میشوی و گوییم که وجدانت تو را غم میدهد که سبب قتل مادرت گشته ای. اما حضرت سعد با ایمانی که داشتن سخن مادرشان را رد کردند، حتی که میگوید چند روزه که مادر من با چنین منوال زندگی کرد، نه از چیزی میخورد و چیزی مینوشید، حتی که ضعیف گشته بود. میگوید نزدش آمدم و گفتم که مادر، اگر که 1000 بار هم که به این گرسنگی نشست کنی و اگر از دنیا هم گذری، از این دینی که من پذیرفتم من نمیتوانم که از این دینم بر بگردم. همین بود که خداوند آیتی را فرستاد به پیامبر رحمت خدا از سوره لقمان آیه 15 که الله مهربان میفرماید و این جاهداك على ان تشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. الله مهربان در این آیت زیبا میفرماید که و اگر پدر و مادر یعنی کوشش کنند که تو را از دینت بر بگردانند و تو را امر کنند به سوی شرک، به سوی بیخدایی، در حالی که بر تو دانش نیست از این، پس آنها را فرمانبرداری نکن، ولیکن در امرهای دنیا با آنها پسندیده رفتار کن. دوستان گرامی، اینجا یک درس بزرگ است که باید بیاموزیم. هر پدر و مادر هم باشد و هر نفری هم که باشد، اگر انسانی را امر کند به سوی معصیت، امر کند به سوی بیخدایی، انسان یعنی وظیفه انسان این نیست که فرمانبرداری کند. و ما حدیث هم داریم که در اطاعت خداوند هیچ مخلوقی را ما گوش نمی کنیم. یعنی پیامبر رحمت فرمودند که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت کردن نمی شود هیچ مخلوقی را وقتی که به سوی معصیت انسان را دعوت کند. می شود درس دیگری اینجا آموخت دوستان گرامی که چی بسا پدر و مادران هست که نمیخواهند که فرزندشان با اهل علم باشد، با اهل مسجد باشد و حتی که منع میسازند. در این حالت پدر و مادر را و هر نفری که نباشد احترام کرده می شود، اما این امری که بر ضد خدا و پیامبر است، این را فرمانبرداری آنها جایز نیست، بلکه باید انسان کوشش کند که فرمانبرداری خدا و پیامبر باشد. حتی یک روایت هم از امام احمد ابن حنبل آمده است که میگوید یکی از در زندان بود و یکی از زندانبانها برای او خیلی شلاق میزد و یک روز گفت که امام خیر میدانه که این وظیفه من است، من چنین امر شدم، مقصد مرا ببخش. اما امام چنین فرمودند که اگر تو نمیشدی
همین ظالم ها ظلم کردن نمیتوانستند. یعنی تو واسطه نباید شوی. وقتی تو را امر میکنن به کار ظلم، به کاری که حرام است، به کاری که ظلم است، نباید انسان در این اثنا واسطه شود، نباید که فرمان نفر دیگر را بردار شود و به سوی خدا یعنی معصیت کند. دوستان گرامی قدر، حضرت سعد هم به این مهارتی که داشتند، به این غیرتی که کردند، خداوند در وصف اینها آیت فرستاد که تا قیامت خوانده می شود. و این چنین دیگر بزرگی حضرت سعد این است که پیامبر رحمت گاه ها که داخل مسجد می شدند بر صحابگان می گفتند که این تقوای من است و شما همچنین تقوا دارید. آیا نفر چنین تقوای دارد؟ یعنی پیامبر رحمت به این بزرگی حضرت سعد رو نشان می دادند و به خویشاوند بودن آنها پیامبر می فخریدند. یک موقع دیگری که از حضرت سعد است این که در جنگ بدر با برادر خود عمیر با پیامبر خدا پیوست شدند و در این جنگ، در این نبرد برادرشان از دنیا گذشت و خیلی غمگین شدند. در راه خدا برادرشان شهید شد. و در غزوه دیگر که در غزوه احد در حالتی که خیلی پیامبر رحمت در حالت سختی قرار گرفت، مسلمان ها حتی در اطراف پیامبر رحمت چند نفر باقی مانده بودند. یکی از آنها همین سعد، حضرت سعد بود که در پهلوی پیامبر رحمت قهرمانی نشان داد و میگوید هر یک تیری که از کمان من بیرون میکردم برای دفاع پیامبر، تیری من خطا نمیرفت بلکه یک دشمنی رو، یک مشرکی رو از پا میافتاند. و این حالت رو دیده پیامبر رحمت بر من گفتند که ارمی یا سعد فداک ابی و امی، تیرانداز سعد، فدای تو پدر و مادر من. حضرت سعد دائم از این میفخریدند که یگانه نفر من هستم که پیامبر رحمت چنین گفتند که فدای تو پدر و مادر من. این بزرگی حضرت سعد را نشان میدهد که پیامبر خدا چنین خوشخبر را، چنین بزرگی را برای او قائل بودند. و خوشا به حال کسی که مؤمن ها او را دوست بدارند، پیامبر او را دوست بدارد، در راه پیامبر باشد. و وای به حال کسی که بعد از مرگش برای او لعنت فرستاده شود یا در زندگی با نفرهای بد باشد و از اون مردم آزار ببینند. و دیگر قهرمانی که حضرت سعد داشتند در زمان خلافت حضرت عمر بود که خیلی مسلمان ها در حالت تنگ آمده بودند. حضرت عمر خود میخواست سرلشکر شود و به طرف عراق بر جنگ غزوه قادسیه روان شود، اما او را صحابگان منع ساختند و گفتند بگذار یک نفر دیگر باشد. مشورت صحابگان چنین شد که حضرت سعد را سرلشکر بگذارد و سرلشکر گذاشته شد و به قادسیه که در عراق وقوع شد اونجا رفت. و خداوند در این نبرد خیلی و نبرد بزرگ بود که خداوند حضرت سعد و مسلمان ها را پیروز کرد و با دست بلند از اونجا برگشتند. و به همین منوال حضرت سعد با این قهرمانی های خود از دنیا گذشتند. خداوند از ایشان راضی باد و به هر یکی ما از الله تمنا دارم، از الله اینا پرسانم که هر یکی ما به هر یکی ما از غیرت صحابه نصیب عطا بفرماید. خداوند یار و مددگار.